سلام دوستان، به کانال وقت اضافه خوش اومدید. قبل ویدیو ممنون میشم اگه از ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک و کانالم رو دنبال کنی. بریم سراغ ویدیو. اولین صحنه مربوط به گل استقلاله که روزبه چشمی زد، ولی بریم به چند ثانیه عقب‌تر. خب خودت نگاه کنین. اما اصل ماجرا این نیست. بریم به چند ثانیه جلوتر. یا خدا، هر کی بود چند تا دندونش میشکست، ولی کاپیتان آهنی استقلال هیچیش نشد و تازه تا آخرین دقیقه هم بازی کرد. بریم دوباره چند ثانیه جلوتر. این هم جالبه. خب بریم سراغ بعدی. این یک صحنه عادی به چشم میاد و همه فکر میکنن که خطا روی دروازه‌بان اتفاق افتاده، اما این دروازه‌بانه که پای بازیکن استقلال گرفته، نه بازیکن استقلال. و جالبتر اینه که ببینید چه دادی میزنه. خب داداش، پاشو ول کن. قبل از اینکه بریم سراغ بعدی، ممنون میشم اگه از ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کنی و کانالم رو دنبال کنی و زنگوله رو فعال کنی تا هر وقت ویدیو گذاشتم اولین نفراتی باشه که ویدیو رو میبینی. در این صحنه بازیکن تراکتور پیراهن آقاسی رو کشیده، اما در این صحنه دروازه‌بان استقلال لباسشو کشیده. خدا میدونه بعد اون بازی دیگه کی یقشو گرفته. خب این عکس نه، ولش کن. بریم سراغ عکس بعدی. خب این عکس هم بعد خوشحالی گل بازیکن استقلاله که اول به ما احترام میذاره، بعد به همون شلیک میکنه، ولی آخری مربوط به سرمربی استقلاله که از همه خفن‌تره. ساپینتو بلوچیه و واسه همین انقدر جنگجوییه. چون که شناختی از ساپیتون دارم، ساپیتون فکر کنم یه رگش بلوچی هست و خیلی جنگجوه و خیلی خوشم میاد. ساپیتون بلوچیه؟ بله، به خاطر جنگجو بودنشه. انشالله که خب اگه از ویدیو خوشت اومد ممنون میشم کانالم رو دنبال کنی و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.